خوش آمدید به یک اپیزود دیگر از پادکست خودتون، سری پادکست های تخم مرغ. خارجی هاش میگن اگز. خب اوکی، بذار من خودم باشم. خودت باش داداش. ولی اول بگم موضوع این برنامه در ادامه برنامه قبلیه که قبلی 0 تا 10 سالگی بود. این برنامه 10 تا 20 سالگیه. خودمون رو میخوایم بگیم، ولی قبل از اون میخوایم هفته‌مون رو توضیح بدیم. اصلا یه چیز بگم، پادکست ما اینجوریه که زیاد اونجوری هم رو موضوع چیز نیستیم، بیشتر صحبت میکنیم با هم دیگه. حالا میتونیم بیشتر مثلا بریم حول محور. آره میریم حول محور، مثلا یه چیز صحبت میکنیم. میدونی چی رو مخمه؟ چی؟ بابا تو هر سری ترتمیز، اینجا فید من حاجی الان دیروز پیام دادم گفتی چی؟ دیروز نگفتی امروزه؟ چرا گفتم؟ مغزم ریخت به. آره امروز که پیام دادی 8:30 بیا ضبط کنیم، ساعت 4 وقت چیز آرشایی گرفتم، گفتم داداش من دارم میام سلمونی. وقت میذاری هم خوشم میاد. برای دیت با دختر طالقه وقت ازش که بگی آقا مثلا این دیت قبلش برام سلمونی، ولی برای پادکست آفرین. این ویدیوها میمونه دیگه، قراره بعداً ما رو ببینن. بله راست میگی حاجی، منم باید بیشتر اهمیت بدم. آره به بهداشتم رو رعایت کنم، علف نزنم، آب کرفس بزنم. آخه میدونی قضیه چیه؟ این 2-3 روز از صبح بیدار میشم میرم بیرون دنبال حالا کارهای روزمره و این چیزا، بعدش میرم ورزش، شب میام خونه ول میشم میخوابم. یه واقعا وقت نکردم برم. آره چند وقت یه بار میری سلمونی؟ هر وقت کنم میرم. من مثلا منظم، حالا پادکست هم نبود 2 هفته یه بار میرفتم، ولی الان 2 هفته یه بارامو میندازم قبل هفته پادکست. یه بار میری دیگه الان؟ نه 2 هفته 2 هفته یه بار قبل پادکسته. ولی آره اپیزود مثلا امروز رفتم سلمونی، این اپیزودو گرفتیم که ما اوکیه، اپیزود بعدی هم میگم تا قبل از اینکه فید از بین بره بگیریم تو هفته بعد دیگه 3مین اپیزود که میاد دیگه دوباره سلمونی رفتم. اینو میخواستم بگم با اون آبروریزی که شد من دیگه نمیتونم سلمونی برم. بعد حالا اون به کنار، چند تا داستان بود، چند تا کامنت گرفتیم که بگم. یکی این که واسه فیلم بردار میکروفون بذاریم. اینو میخواستم بگم که خب نمیذاریم چون نمیتونیم دیگه. فعلا امکانات در همین حده. یه دوست داریم بذاریم ولی خب امکانات فعلا در همین حده، وگرنه خب پادکست اصلا به این شناخته میشه که هر کسی یه میکروفون واسه خودش داره، یه دونه هدفون داره و صحبت ما امکاناتمون در همین حده. ما تصمیم گرفتیم به جای اینکه میکروفون بخریم به فیلم بردار رو بگیم حرف نزنه. آره. بعد یکی این بود. 2 اینکه نخورم، من همش داشتم میخوردم دیگه، یا کمتر حداقل. آخه گفتم همین قبل از اینکه شروع شه گفتم من میخورم که دهنم مشغول باشه، صحبت نکنم که تو بیشتر حرف بزنی، چون مثلا بیشتر من حرف میزنم تو گوش میدی. و اینکه هفتت چطور بود؟ اینو تو همه اپیزودا قراره بگیم. آقا هفتت چه خبر؟ چیکار کردی؟ هفته من که عالی بود. رفتیم یه جا رو رنگ زدیم، یه دروازه رو رنگ زدیم. رنگ زدی چرا خندیدیم؟ هیچ نمیدونم چرا. اما عشق ابدی میبینی هنوز؟ آره. یه سوال، آقا چیزم عوض شد. فرد مورد علاقم سودا بود. اونا رو میگیم. اوکی اونا رو میگیم. چرا دیگه تو اینستا من نیست؟ تو اینستا نیست اصلا. قدیم مثلا تو اینستا میرفتم عشق ابدی بود، تو یوتیوب واسم ساجست میشد، یعنی مثلا من فالو نداشتم ولی واسم ساجست میشد که آقا یه همچین برنامه هست بیا ببین. الان نه تو یوتیوب میاد نه تو اینستا، نه ریلزاش دیگه واسم میاد نه ویدیوش تو اینستا. بر من تو اینستاگرام نمیاد ولی یوتیوب که خب مثلا هر شب میبینم دیگه، شبکه پخش میکنه. فکر کنم از جذابیتش کمتر شده چون نیست دیگه، مثلا راجبش زیاد حرف نمیزنن. اون تب و تاب اولیه‌اش خوابیده ولی به نظرم داره خوب پیش میره، یعنی من هنوز میبینم حال میده، ولی کن اون جذابیت اولش و اون مثلا یه تازگیشو از دست داده. یه
قضیه بود این عشق ابدی. میدونی منو یاد چی مینداخت؟ یه کارتون بود توی بچگی میدیدیم توی جم از این یه جما بود شبکه جم یه دونه چیز بود جم جونیور واسه بچه‌ها بود. بعد یه چیز میذاشت اسمش جزیره آرزوها بود. یادته؟ من ماهواره نداشتم. گوئن توش بود و دانکن توش بود و اینا. این منو یادمون میندازه. گوئن گوئن استیسی میگفتم تو اسپایدرمن. خب بگو فرد مورد علاقه چی شد؟ الان الهه شده یه فرد جدید. دیدیش؟ نه. الان اضافه کردن. اصلا تو اینستا هم نیست دیگه. بعد دختره دادش به نظرم من بود. الان انتخاب من اینه. واسه پارتنر. آره پارتنر الهه. حالا ببینیم چه جوری میشه شخصیتش شد. چند تا دیت با هم بریم. هنوز چه خبر؟ هنوز همونقدر خوبه؟ هنوز انقدر هیت میگیره. چرا؟ داشت کامنت ها شده هیت اینو شاهین. علی که بنده خدا از اول منفور بود. شاهین وا. بعد یه مکس طولانی کامبک زدیم، داشت علی جردی زد. رمو پاکسازی کردیم، فضا برای پادکست بگیریم. پادکست باید کوتاه باشه، حافظه نداریم زیاد. چیز لاوا هوایم. یعنی اصلا تو خوابم اصلا دریک تو کلم بود. چی شد الان این افتاده تو دهنت؟ نمیدونم همینجوری. آقا بریم سر اصل ندارم. اتفاق مهم هفته پیش تو برای بچه‌ها تعریف کن، بچه گلای تو خونه بدونن. بذار بگم تو مازندران یه قضیه هست به نام خودی و غیر خودی. و من اصلا اصفهان زندگی میکردم. این قضیه پلاک واسه من موضوعیت نداشت که مثلا طرف پلاکش مال کدوم شهره. پلاک محله یا اصلا مهم نبود. تو اصفهان تو میخوای پلاک اصفهان باش، میخوای پلاک 82 یا 72 نوشهر باش. خب از وقتی اومدم شوک فرهنگی بهش میگن. شوک فرهنگی نوشهر واسه من این بود که پلاک مهمترین چیزه اینجا. وقتی از خونه با ماشین میری بیرون مهمترین چیز پلاکته. چی میگم؟ یعنی غریبه نباشی. خودی یا غیر خودی خیلی این مهمه. تو تصادف کنی پلاک غریبه باشی 100% مقصر تویی. تو بخوای بری دم ساحل پلاک غیر خودی باشی با اینکه همه میشناسن تو رو باید پول بدی. تو پلاک غریبه بشی دعوات بشه 1000 نفر میان جلو واسه اون. و حالا اتفاقی که واسه من افتاد این بود که دزد ماشینمو زد. و این اتفاق یه بار دیگه هم افتاده بود در صورتی که مثلا 2 تا پلاک جلوم بود 2 تا پشتش. خب ولی اونا پلاک اینجا بودن. و هیچی دیگه ماشینمو دزد خالی کرد. آقا بگم من واکنش خاصی الان نشون نمیدم. قبلا شنیدم این ماجرا. آره دیگه دزدیده بزدگاه می‌کنی. آره ماشینو مثل بز بز دزدیدن. آره بز دزدی کردن. ماشینمو بز خالی کرد. این جمله رو میتونی 3 بار بگی. بز بزدی سر بزی ولش کن. بعد هیچی دیگه. امروز رفتم پلاک ماشینمو عوض کردم. الان رسما و شرعاً شهروند نوشهرم. بهترین کاری کردی. آقا این جمله رو تازه یادم اومد. 3 دزد سر دزد. ولش کن آقا ولش کن. دزدی بز گفتن که صدای پشت صحنه اذیت میکنه مثل اینکه. آره شما رو تو برنامه خواستم. یه چیزی داشتم میگفتم. قضیه اینه که نه گفتن میکروفون بهش بدید که صداش واضحه بشنوید. آن صداتو بشنوه. آره بعد یه چیز دیگه قضیه تتوه. من فهمیدم واسه فروشگاه کار کردنم الان دوست به کجا رسید؟ رفت مثلا هیچی نه رفتم پیش پلیس گفت به نفعت شکایت نکنی. گفتم باش. درد سر و اصلا انگار رفیقن با هم پلیس به نفعت شکایت نکنی دستت به هیچ جا نمیرسه. بعد تتو رو داشتم میگم مثلا جدیدن فهمیدم واسه اینکه تو سوپرمارکت هم کار کنی تتو نباید داشته باشی. چرا اینو چی شد؟ نمیدونم مثلا بری اونجا تو سوپرمارکت کار کنی اماکن میاد گیر میده. آره اینم از این فهمیدم. و همین دیگه. این هفته گذشته خیلی هفته سمی بود. اینم بگم که امروز از ساعت 2 تو آفتاب داشتم تمرین میکردم و از گرما لذت میبردم. خیلی سخته که
ببین نه یه چیز بگم، نه الان بی انرژی همو دارم میگم. تو آدمی هستی که سرما رو دوست داری یا گرما رو؟ با کدوم حال میکنی؟ یا زمستونا رو بیشتر دوست داری؟ آره. من خیلی عجیبم. دیدی میگن مثلا تو دخترها سینه رو دوست داری یا من با جفت حال میکنم. خب تو این قضیه هم سرما رو حال میکنم هم گرما، یعنی تو زمستون با سرمایش میگم، تو تابستون با گرما. دمت گرم، خوبه داشت. آره خیلی حال میده، خیلی حال میده. خیلی خوبه واقعا. چون من امروز رفتیم خرید کنیم میوه بخرم، یعنی آفتاب پاره شدم. بعد آجی رفتم سلمونی، کولرش هم روشن بود آجی. این پیشبنده رو یه میندازن جنسش پلاستیکیه. آره گرم میشه اینو منم مشکل دارم، ولی خب کلا حال میده گرما، در کل گرما حال میده. بعد مثلا اینجا هم که عرق زیاد میکنی. آره خیلی بده. یه سره باید لباس عوض کنی، این لباس بخونه. آره حاجی، بریم به سر موضوعمون یا چیزی میخوای؟ نکته که از نونو مندس تشکر نکنیم به خاطر دفاع خوبش مقابل یامال. خوشحال شدی دیگه کریس برد. خیلی داداش اصلا واقعا فکر می‌کردم اسپانیا بزنه، یعنی 100% اینجوری. نه من 100% نبودم، ولی خب یکم به نفع اسپانیا بودم. به نظرم قوی تر بود، ولی بازیکنی پرتغال بازیکن بیشتر داره. مثلا تیمش خیلی یه دست‌تر بود دیگه. آره اون تیم بهتریه داره. آره ولی چیز اومد دیگه با پرتغال. بعد پرتغال نکته جالبی داشت تو بازی با آلمانش هم همینجور نیمه اول یه جوری بازی میکرد انگار 100% قراره ببازه. آلمان هم خیلی نیمه اولش خوب بود، اسپانیا هم، ولی نیمه دوم داستان عوض میشد. اونو مندازم که وای عاشق اون سکانسی هم که رونالدو میاد یامالو پرت میکنه اون وقت توپو میگیره. وای از مثلا تو صفحه نمایشگر نیستی و از اون ور میاد میزنه پرتش میکنه. خیلی خفن بود. خب بریم آقا، بهترین سکانسشه. بگو واسمون از 10 سالگی تا 20 سالگی. 10 سالگی رو بگیم آقا. فیلمایی که میدیدی چی بود؟ مثلا سریالایی که اون تایم میدیدی 10 سالگی؟ جمونگ دیگه. جمونگ گفتی حاجی. عید ما یادم عید میرفتیم یلاقمون، بعد تلویزیون نداشتیم یلا، بعد یکی از همسایه‌ها مثلا اقوامم بود تلویزیون داشت، همه دست جمعی موقع جمونگ پا می‌شدی میرفتیم خورش. یعنی امکان نداره که تو مثلا سن و سال من و تو یکی با جمونگ خاطره نداشته باشه. آره من یادم وای انتخابات احمدی نژاد موسوینا بودن، خیلی هم میرفت تو صندوق رای جمونگ مینداختن، میگفتن جمونگ رای اومده. میدونستی بالاترین نمره سریال تو ایرانو داره؟ 9.6 از 10. دست خوش. یعنی جمونگ خود تو کشور خودش اینقدر نیست. تو ایران 9.6 از 10. مام بزرگ من حفظ جمونگو، عاشق جمونگو. آره همه میدونن کراششه. بعد ادامش امپراتور دریا بود. نه قبلش بود. نه نوهش بود دیگه، نوه جمونگ بود. امپراتور بادها بعدش بود، ولی امپراتور دریا قبلش بود. گومبوک و اینا. اون اصلا یه مجموعه دیگه بود. آره. بعد همزمان با جمونگ یادمه، چون سنم پایین بود دیگه، چیزم میدیدم، کارتون دوقلوهای افسانه‌ای. اونو من زیاد یادم نیست. دوقلو افسانه‌ای که دست هم دیگر رو بعدن انش در اومد که دوقلو نبودن ها، جنگجو بودن و این چیزا. چینی بود فیلمش، مبارزینا بودن، نمیدونم کجایی بود، ولی نه مثلا دست هم دیگر رو که میگرفتن قدرت جادویی میگرفتن. خیلی باحال بود. اونو فقط اسمش رو شنیدم، دوقلو افسانه‌ای. از 10 تا 20 رو بگم چیا میدیدم. من دیدم چی اینو ایدش که رسید هوشیار کبرا 11 تو ذهنم بود. یکی ندیدم خدا رو شکر. مگه میشه هوشیار کبرا 11؟ آره شنیده بودم ولی ندیدم، هیچ وقت ندیدم. دشمنانشان سارقی باجگیری راه را بر مظلومی میبستن. هیچ وقت ندیدمش. خیلی حال میداد داشت. فکر کنم کل فیلم داستان بود که تبلیغ بنز و بی ام و بود. کل فیلم بنز و بی ام، ولی میدونم که مثلا آفرین میزدن ماشین خیلی میترسید. بعد همیشه اون دوتا سمیر که همیشه بود با اون همکارش که هر سری عوض میشد، همیشه سمیر بنز داشت، اون یکی همکارش بی ام و داشت. میخوای تیتروار همه سریال‌ها یا فیلمایی که دیدیو بگو؟ چرا خم میشن؟ سریالای بولدو بگیم. من که
همین جمونگ و هوشابر کبرا 11 تو زنم. خب من اونا رو فیتیلر هم میخوام بگم. فیتیلر هم بود. آفرین. فیتیله، لاک پشتای نینجا. وای لاک پشتای نینجا چقدر حال می‌داد. لاک پشتای نینجا رو مثلا شخصیت مورد علاقه کدوم از 4 تا؟ اون نارنجیه. وای منم دقیقاً اسمشو یادم نیست. مایکل آنجلو. آره دیگه مایکل آنجلو از همشون بهتر بود. دقیقاً من اونو خیلی و فکر کنم همه لاک پشتای نینجا رو دیدم. هر مدلی که ساختن دیدم. فیلم سینماییاش از 10 تا 20 تا داریم میگیم. آره. ببین من خب به دو بخش تقسیم میشه زندگیم. از 10 تا 15 16 سالگی میخوای تا هم موقع رو بگی یا 16 سالگی تا 20 سالگی. خب میدونی چرا میشه قبل از لپتاپ و بعد از لپتاپ. چون بعد اینکه لپتاپ گرفتن دیگه تلویزیون ندیدم. سریال تلویزیونی. ولی قبلش مثلا تو چیزا متهم گریخت و خانه به دوش و چارخونه و اینا رو هم دیدم. وای فیلمای ماه رمزون چقدر خوب بودن. یعنی منتظر ماه رمزون بشه ببینیم ماه رمزون چی میسازن پخش میکنن. الان بچه الان یادشون نیست. مگه تو دیدی چیزی ماه رمزون اینا؟ تو هم بود زمان شما؟ بعد خدا رو شکر عیدا ماه رمزون همیشه همین بود. اصلا منتظر بودیم چی میسازن برای ماه. مثلا ماه رمزون شبکه 3 کمدی پخش میکرد. خیلی حال. بعد جالب بود که مثلا شبای احیا 3-4 روز پخش نمی‌کرد. بعد وای میستادی چی میشه. خیلی بد بود. آره. مختار. وای آجی مختار. حاجی فکر کنم بعد از اینکه لپتاپ گرفتم تنها چیزی که دیدم مختار بود. بعد جالبش اینه که هفته یه بار پخش میشد. جمعه ها بود نه اینجوری بود. چه صبر یا هر روز بود. چی؟ مختار هفته یه بار بود نبود؟ جمونگ هفته یه بار بود. مختار فکر کنم هر روز بود. یادمه توی محرم پخشش کردن تمام شد. آره. ولی فیلم قوی بود. خیلی هزینه کردن واسهش. حاجی ولی اگه همین هزینه رو تو تاریخ ایران بکنن. من هنوز راستی آهنگ دریک رو خوندم. shout out to دریک my bro my guy my G my homie. آره. خب چی یهو وسطش یادم افتاد. آره خیلی مهمه. داشتم ناراحت میشه. دریک از چند سالگی شروع کردی گوش دادن؟ به این بحث رپ پیدا میکنن. دبیرستان من همزمان داشتم زد بازی و سپر خلصه و دریک گوش میکردم. البته بزالیتو رو میگن خیلی دریکه دوست داشته دریک ایران باشه. شبیش بود یکم ولی نه اصلا دریک مناظر محروم هم نیست متاسفانه. آره خب فیلم ها رو حالا اگه چیزی یادت اومد بگو. حالا بریم بعد از اون که لپتاپ خریدم. اولین چیز که دیدی چی بود؟ اولین چیز داشت من لپتاپ 2 سال تا یه خب باش نه سریال خارجی چون من از یه تایمی دیگه ایرانی ندیدم. واسه من از زمانی که گوشی گرفتم تقریبا شروع شد و البته گوشی خیلی بازم گذشت. یه رفیق داشتم تو فلش برام فیلم میریخت یا تو همون آره. فرار از زندان رو احتمالاً دیدی. نه فرار از زندان اصلا فقط یه فصل دیدم. منم اینجوری اصلا یه فصلش هم ندیدم کامل. اصلا انقدر فیلم دیدم و یادم نیست اولیش چی بود. من سریال رو یادمه فیلم یادم نیست. فیلم خیلی دیدم. ببین اصلا داستان اینه که سریال یادت میمونه. اینم هست. سریال یادت میمونه ولی فیلم فراموش میکنی. فیلم یه 2 ساعته انجام میشه میره ولی سریال با شخصیت‌هاش زندگی میکنی. درگیر میشی دقیقاً. خیلی باحاله. من اولین چیزی که دیدم وقتی لپتاپ خریدم اونم چون داداشم دوستاش میدید. شراب تو داداشم نه. اسم داداشت رو بگو منشن. خیلی معروفه یهو چیز میکنه استرایک میزنه. چی داشتم میگفتم؟ داشتی فیلمی که دیدی اولین فیلم. آره سریال بود. بعد یادمه اون موقع اینترنت مودم گرفته بودیم ADSL تازه. بعد مثلا 1 گیگ میگرفتم زنگ میزدم 13 تو اصفهان. بعد شارژ میخریدم 13 4 رو که میزدی 1 گیگ میتونستی شارژ بخری با تلفن خونه. بعد موبایل بود تازه اومده. آره بعد چی میگن 1 گیگ میگرفتم بعد داداشم میزد یهو 1 گیگ من میرفتم مدرسه میزد خالی میشد. بعد میادم چیکار کردی؟ خاطرات خوناشام دانلود کرده بود. دایشت چقدر چیز بود بروز بود یا آره بعد خاطرات خوناشامو دیدیم تموم شد.
بعد من با پدیده ای آشنا شدم زیبا. حاجی اینو شرک رو یادمون باشه بگیم چون شرک مال نسل ماست. آره خب بعد اصلا حس میکنم موضوعمون عوض شد فیلم ها و سریال های در 70ها. خب الان چه بهش گفتی؟ ومپایر گفتی به عزیز دلم رسیدم. چی بود عزیز دلت؟ چی؟ God of Thrones نه وای Game of Thrones God of War با ببین اون موقع بریکینگ بد بود، گیم آف ترونز بود و همه سر این بودن که کدومش بهتره و همه متفق القول میگفتن گیم آف ترونز. 100%. اصلا نمیدونم چی شد که الان میگن بریکینگ بد از گیم آف ترونز بهتره. حالا بمانم. من هیچ وقت اصلا اونقدر برام جذاب نه. چی دیدی؟ کال بای سال رو دیدی؟ اسپیناف چی؟ کال سال بتر کال سال اشتباه گفتم. نه همه رو دیدم. اون حاجی یه سریا مثلا این عقیده دارن که اون اسپینافش بهتر از فیلم اصلیه. من با اونا موافقم که بتر کال سال خیلی بهتر از بریکینگ بد. آره بریکینگ بد. بعد با اون آشنا شدم، اونو دیدم، بعد به داداشم گفتم یه چیزه ببین دیگه دیوانه میبینیش گیم آف ترونز. و بعد یادمه که داداشم هر روز عجیب غریب مثلا از سرباز بود، خب از سربازی که میومد مینشست پای این دیگه. بعد مثلا صبح من میرفتم، یعنی بعد از ظهر بود، از کوچه میومدم، بعد دیدم صدایی که از تو اتاق داشتم درررن. بعد صبح ساعت 5 و 6 بار میشدم برم مدرسه، صدایی که از تو اتاق داشتم درررن. میدونستی واقعا ولی چیزش تیتراژش خیلی خفن، آیکونیکه واقعا. حاجی من اولین باری که دیدم نوشته آهنگساز رامین جوادی اصلا ذوق‌مرگ شده بود. رامین جوادی خیلی خفنه، ایرانیه. حالا آقا اولین فیلمی که گفتی من تازه یادم اومد، مثلا اوایلش تو کامپیوتر دایمینا دیدم، میرفتیم خونه مادر بزرگم، یکی از فیلمایی که مثلا 1000 بار دیدم راننده تاکسی بود. تاکسی 1 2 3 4 5 همه رو دیدم. یارو ماشینش یه اسپورت شد دکمه رو میزد، یه جا پرواز کرد یادته؟ وای عالی بود. فکر کنم اون فیلم چیزه یکی فانتزیای تمام جوونای ایرانی که ما همچین ماشینی داشته باشن. آره چقدر خبر. بعد یه جاش میره با رئال مادرید و میره وسط سانتیاگو برنابئو. یه حاجی خیلی قدیم دیدم یادم نیست. اصلا یادم فکر کنم اینم دیوید بکام بود یا کی بود، اینو سوار ماشین میکنه، دیرش شده برای بازی برسه، میره وسط سانتیاگو برنابئو پارک میکنه، پیاده میشه میره. شرکو گفتم. خب یکی از بهترین کادو تولدام با اختلاف دیویدی شرک 1 بود. اینو دیویدیو گفتی؟ سو راهنمایی دیویدی شرک 1 و بابام خرید واسم کادو تولد. وای بابا دمت گرم اگه میبینی. دیویدیو گفتی یه سوکسوک افتادم حاجی، یه مدت جایزه‌های سوکسوک فیلم بود، خیلی حال میداد داشت. یه سری بهترین فیلم‌ها در میومد اونجا. آفرین خیلی خفن بود. دوران دیویدی بود. دیویدی چی شد؟ هنوزم هست. من واسه سی دی هست، دیویدی نیست. من واسه پایان نامه دانشگاه دیگه زدم رو سی دی. خیلی کمه چون دیگه اصلا لپتاپی که جای سی دی نداره. آره داشته باشه یعنی خیلی قدیمیه. آره دیگه نداره. اینترنتی الان دیگه همه اینترنتی میبینن دیگه. آره کسی من ندیدن. نه دیگه فلش بزنی و وای یکی از معدود خوبیای ایران همینه. هر چی رو می‌خوایم می‌زنیم زرت دانلود میشه. آفرین که خیلی عالیه. خب آقا در مورد مدرسه می‌خوای بگی یا فیلم بگیم؟ آقا 24 دقیقه داریم صحبت می‌کنیم. 24 دقیقه شد. آره. تو نمیشه تو نیم ساعت جمع که آقا محسن میگه نیم ساعت جمع کنیم. خیلی حرف می‌زنیم با کسی گوش پادکست یعنی همین دیگه باید حرف بزنیم. من دیگه آقا می‌خواستم دوران دبیرستان یه چیز پدیده‌ای که بود فضای مجازی هم دوست داشتم دربارش صحبت کنم. کلمه لاین چه حسی ایجاد می‌کنه؟ لاین آجی قشنگ دنیا رو عوض کرده بود. یه دوران دبیرستان مثلا اینجوری بود که یه دختر محلت رو می‌خواستی باش حرف بزنی، بعد خب اون موقع خیلی کار عجیب غریبی بود دیگه. بعد لاین رو باز می‌کردی می‌سدی دخترای اطراف من را پیدا کن. بابا داشتین و نداشتین؟ ویچت نبود؟ من یادم
ویچت بود. آفرین و یهو دیدی عکسش اومد بالا، بهش پیام میدادی. بعد یه باز زمانی این پلتفرما خیلی زیاد، مثلا نمیدونم تیندر بود، بیز بود، اینا رو نبودن، وایبر بود، لاین اینا بود. خیلی میترکون، ویچت و لاین خیلی ترکون. ولی الان دیگه مثلا تو تلگرام خلاصه میشه دیگه. حالا دیگه نهایتا بهتر کنن از همه بهتره دیگه. آره. تلگرام خیلی بهتره. حالا دیگه تو ایران یه ذره فیلتر شد و مثلا جای اداری مجبور میکنن ایتا نصب کنن و کار کنن، اونا به زور اومدن ایرانیا. ولی تلگرام دیگه حرف اول میزنه، کار جمع کرده. خیلی پخش و پلا بود. یهو رفتی فضا مجازی. اینستا رو یادته؟ قهوه‌ای بود. من اون موقع یادم بچه‌مون هیچی نبود، فقط میشد عکس بذاری. فقط یه عکس کوتاه، مثلا ابعادش هم مشخص بود، میشد شیر کنی. همین عکس کوتاه یه عکس، یعنی منظورم این ابعادش هم باید مشخص بود. مثلا آره نمیشد هر جور میخوای بذاری. آره حاجی دورانی بود، یارو چه ابداعی کرد. بعد یادم کم کم که فیلم اومد، امیر تتلو شروع کرد اینفلوئنسری و این چیزا. یعنی من بیشترین محتوایی که میدیدم امیر تتلو از خودش ویدیو میگرفت. یادت چی میگفت 95 یادم اومد. مثلا من با دوستام اینجوری حرف میزدیم، به هم که میرسیم میگفتیم هلو مای فرندز. یا مثلا یه چیزه فن قدیمیشه، ولی فکر کنم تو اینا رو ندیدی که میذاش. نه دیدی که یعنی تو اون موقع دنبالش میکردی که میومد میگفت هلو مای فرندز. یادش بخیر چه دورانه. آره خب آقا بحث رو به کجا برسونیم؟ به نظرم جمع کنیم دیگه، تو که دوست داری سری جمع شه. آها من یه کامنت بذارید دیگه، اگه میبینید واقعا کامنت بذارید که ما اینو زود جمع کنیم، مثلا نیم ساعته باشه یا روی 40 دقیقه یه ساعت باشه، چون مثلا میتونیم واقعا. من که خودم دوست دارم بشینم 2 ساعت حرف بزنم ولی خب باید دید که آپلود کردنش هم هست، خروجی گرفتن. آره ولی خب این اونجوری واسه ما راحت تره، ولی خب باید ببینیم مثلا دوست دارم ملت بیشتر گوش بدن یا کمتر. این از این دون که ولی خب پادکست هایی که من میشناسم اینه که 1.5 ساعت به بالا همشون. بعد کسایی که پادکست دنبال میکنن دوست دارن مثلا 3 ساعت بشینن مثلا اینجوری هم نیست که بشینن یه تک ببینن. کسی که میخواد یه تک ببینه بیشتر از 10-12 دقیقه ویدیو واسه چیزه میبینن، میذارن میرن، بیشتر هم سر کاراشونه میذارن میرن، بعد برمیگردن اینا. حالا زیاد توضیح ندیم بعد. آره ببینیم که کامنت. آره اگه حال میکنید طولانی تر باشه میتونیم طولانی ترش کنیم و اینکه جمع کنیم دیگه. آره آقا باید چیز کنیم آجه، این که مثلا از این سن تا این سن نمیشه. الان آقا مثلا اومدیم فیلم ها رو گفتیم رفتیم یه جای دیگه، اصلا رفتیم یه جای دیگه. اصلا خود اون فضای مجازی اون موقع خودش یه اپیزود میگیره. آره داشت اصلا یه داستانی بود، تازه داشتی میفهمید چی داره میشه فلا. آره جمع کنیم. آره آقا سخن آخر تو بگو که آخر هفته خوبی داشته باشید. هفته خوبی داشته باشید. عید قدیر مبارک. حاجی یادم رفت اون هفته در گذشته آقای خمینی چیز بگن. یادت چون شما رو میدونم عزادارین اینا. خمینی هم منشن میشه. این قسمت رو باید ادیت کنم. چرا؟ نه بذار باشه باله. ببین من بگم صحبت آخر درک بیشتر گوش بدید. خیلی حال میده. خیلی چاکری. فعلا خدا نگهدار.